با آیتم دیپس شاخه یک تکرار در خدمتتون هستیم. همینطور که میدونید وزنه انتخابی خودتون رو باید اول ویدیو نشون بدین. توی این حرکت ورزشکار ما از وزنه 50 کیلوگرم داره استفاده میکنه. 3 تا وزنه 15 کیلوگرمی و یک وزنه 5 کیلویی مجموعاً به وزن 50 کیلوگرم. از آقای منایی میخوایم که یه حرکت با فرم صحیح برامون اجرا بکنن. متشکرم. خب نکات اصلی این حرکت: نقطه آغاز حرکت دقیقاً به این شکل، آرنج ها به شکل صاف. در بخش پایینی حرکت باید استخوان بازو با استخوان ساعد یک زاویه 90 درجه بسازه و بعد از اون ورزشکار دوباره برمیگرده به نقطه آغاز حرکت و دقیقاً نقطه پایانی حرکت همون نقطه آغازین حرکت هست و آرنج ها باید به شکل کامل صاف بشه. از خطاهای رایج این حرکت در واقع توی بخش پایین تنه استفاده از پاهاست. در بخش بالایی حرکت هم باید به این نکته اشاره بکنیم که یکی از خطاهای رایج این حرکت این هستش که پایین تنه از کمر قفل بشه و اصطلاحاً در حین اجرای حرکت پایین نیاد و اگر پایین تنه رو در واقع از کمر قفل بکنیم و اصطلاحاً فقط دلا راست بشیم، قطعاً این حرکت خطا به حساب میاد و براتون ثبت نخواهد شد. با آیتم پولاپ شاخه یک تکرار بیشینه در خدمتتون هستیم. در ابتدای ویدیو باید وزنه انتخابی خودتون رو به شکل کامل نشون بدید. به طور مثال ورزشکار ما اینجا از یک وزنه 15 کیلویی و یک وزنه 5 کیلویی مجموعاً به وزن 20 کیلوگرم استفاده میکنه. ورزشکار ما لطف میکنه یه حرکت صحیح پولاپ برای شاخه یک تکرار بیشینه اجرا میکنه. همینطور که میبینید ابتدای حرکت به شکل آویزان، حین اجرای حرکت باید سر در راستای طبیعی خودش قرار بگیره و بالا حتما باید شونه میله بار رو رد بکنه و در بخش منفی حرکت حتما باید ورزشکار برگرده به حالت آویزان و بعد از اون میتونه که پای خودش رو روی باکس قرار بده. با حرکت چیناپ از شاخه یک تکرار بیشینه در خدمتتون هستیم. در ابتدای ویدیو باید وزنه انتخابی خودتون رو به شکل کامل نشون بدید. ورزشکار ما به طور مثال از یک وزنه 15 کیلویی و یک وزنه 5 کیلویی مجموعاً به وزن 20 کیلو استفاده کرده. ورزشکار لطف میکنه یه حرکت صحیح چیناپ برامون اجرا میکنه. همینطور که میبینید اول باید به شکل آویزان قرار بگیره، بعد میتونه که حرکت خودش رو اجرا بکنه. در بخش بالایی حتما باید شونه میله بار رو رد بکنه و نهایتاً در قسمت منفی حرکت باز دوباره باید ورزشکار به حالت آویزان در بیاد و بعد از اون میتونه که پای خودش رو روی باکس قرار بده. از خطاهای رایج بخش پایین تنه توی حرکت پولاپ و چیناپ میشه به استفاده کردن از پا، در واقع پمپ دادن پا، کمک گرفتن از پا برای بخش بالا بردن وزنه و خم کردن پاها در حین اجرای حرکت اشاره کرد.